این ولاگ داستان مسیرمه. اگه دنبال انگیزه ای تا آخرش با من بیا. همه میگفتن مهاجرت دوم از ترکیه به امریکا سخته، ولی من انجامش دادم. ساده نبود، سختیاش به یه طرف، تنهایی و دلتنگیش هم یه طرف دیگه. حالا من اینجام تو دل ماجرا، نیویورک. ولی یه چیزی رو خیلی خوب یاد گرفتم. وقتی بخوای، وقتی واقعا بخوای، دنیا مسیر رو بهت نشون میده. سلام رفقا، خوش اومدین به ویدیوی مهاجرت من از ترکیه به امریکا، نیویورک. داستان برمیگرده به 5 تا 6 سال پیش، زمانی که من یک بار دیگه ورشکست شده بودم تو دنیای فشن و کلی کار تولید کرده بودم و روی دستم مونده بود و هیچ کاری نمی‌دونستم بکنم. به خاطر چی؟ به خاطر نداشتن ایده و خلاقیتی که توی کارم بود و مجبور شدم برم شروع بکنم استارت بزنم طراحی لباس رو توی مجتمع فنی تهران، شعبه کرج. استارت زدیم، رفتیم کارو خودم به روزرسانی کردم و بعد از گذروندن دوره‌ای که توی مجتمع فنی داشتم که خوردیم متاسفانه به دوران کرونا. بعد از اینکه تقریبا کلاسامون تمام شده بود، آخرای دوره بود، چند تا از سرفصلا مونده بود، من مزون خودم رو تو انتها فکر کنم وسط‌های کرونا بود که خیلی مرگ و میر زیاد بود، استارت زدم توی گوهردشت کرج. بعد از اینکه شروع کردم کالکشنمو طراحی کردم. اولین کالکشنم بود، همه چیش با خودم بود، 0 تا 100 و اینکه اجراش کردیم. من کرونا گرفتم از شانس بدم، 2 روز مونده بود به عکاسی، مدل هماهنگ کرده بودیم، آفیش عکاسی و استودیو رو گرفته بودیم و می‌خواستیم که بریم برای عکاسی. روز عکاسی وحشتناک حالم بد بود و اینکه نمیتونستم اصلا ادامه بدم، ولی با این حال کارمون رو انجام دادیم و پروژه انجام شد و کارا در اومد. یک پیج 47 کاری داشتم 6 سال پیش و به نام ویرا، برند ویرا اینداستری و خیلی فروش آنلاینمون خوب بود. کالکشنمون که طراحی کردیم رفتیم برای عکاسی و کاراش رو انجام دادیم و اینکه بعدش گذاشتیم داخل پیج. دو روز فکر می‌کنم یا 3 روز از اینکه عکس‌ها یا ویدیوهای کارمون رو آپلود کردیم داخل پیجمون، برای من یه پیامی اومدش که باید به حوزه فلانجا توی نمیتونم اسمش رو ببرم، توی گوهردشت کرج 13 هم مراجعه بکنید. با آشنابازی و جریمه دادن تونستیم کارمون رو حل بکنیم که چرا فقط هفتی سینه و موی مدلمون باز بوده که هیچ چیز خاصی هم نبود. تمام لباس پوشیده بود، فقط یه هفته سینه‌اش باز بود، همین چیز خاصی نبود. خلاصه یه جوری با من برخورد کردن که کلا من از کار کردن تو حوزه فشن توی ایران منصرف شدم واقعیتش و یه تصمیم نهایی گرفتم. کرونا هم بود، وضع کار خیلی خراب بود دیگه، خودتون 100% تو اون تایم تو ایران بودید و میدونید وضعیت چطور بوده. بعد کرایه از جیب، همه چی از جیب و هیچ اتفاقی نمیافتاد. فروش آنلاینمون هم تقریبا که وقتی پیجمون ازمون گرفتن دیگه قطع شد. من یه تصمیم کلی گرفتم، میخواستم کلا زندگیمو زیر رو بکنم و من هیچ موقع تو زندگیم، پیشنهادی که بهتون میکنم، این کاری که من کردم، هیچ موقع عقب نکشید، کارتون رو انجام بدید و مطمئن باشید که نتیجهشو میگیرید. و من شروع کردم به فروختن تمام وسایلم، ماشین، کارگاه، حالا هر چیزی که بود تبدیل به پول کردم و با مخالفتایی که مادرم داشت میگفت تو همینجا میتونی رشد بکنی، تو همینجا میتونی کار بکنی و من دیگه تصمیممو گرفته بودم، فکر نمی‌کنم کسی میتونست جلومو بگیره و تصمیم گرفتم رفتم به ترکیه که اصلا مقصد نهایی من نبود، ولی من 4 سال و نیم توی ترکیه موندم چون قصد داشتم به کانادا مهاجرت بکنم تو اون تایم، ولی توی کرونا بود و به هیچ وجه ویزا نمیدادن، در حالی که من اقدام کرده بودم برای ویزا و اینکه ویزای من ریجکت شد از کانادا 5 سال 4.5 سال پیش. بعد دقیقا همون اوایلش که ورود کرده بودم به ترکیه من اقدام کردم برای ویزای کانادا. پس نکشیدم، توی ترکیه موندم، کارم رو شروع کردم، رفتم یه جایی
کار پیدا کردم، یعنی خودم نه، یکی از دوستان پیدا کرد. من تو منطقه نیشانتاشی بودم و 2 تا محله اونورتر تو اسندر برای من یه کار پیدا کرد، چرخکاری بود، چیزی که من ازش متنفر بودم ولی خب کارم بود، شغلم بود، ولی باید انجام میدادم برای اینکه بخوام زندگی بکنم و توی ترکیه بخوام خودم رو پیدا بکنم. رفتم 2 هفته اونجا چرخکاری کردم. تو تایم ماه رمضون بود. ترکا هم خیلی وحشتناک مذهبی تر از ما بعضیاشون، یعنی مذهبی تر از بعضی ما که توی ایران، خیلی سفت و سخت، آب نمیذاشتن بخوری جلوشون، اصلا قطع بود همه چی، اصلا یه وضعیتی بود، غذا نمیتونستی با خودت ببری. 2 هفته اونجا کار کردم، دیدم نمیتونم. تو این وسطا دیگه رفته بودم سمت امینونو، اونجا یه کار پیدا کردم. اونجا هم یه جایی بودش که تولید لباس عروس میکردم به تعداد زیاد و اینکه میفروختم به برندها. اونجا هم یه 2-3 هفته کار کردم. زمانی که من رفته بودم توی استانبول و ترکیه، دلار خیلی ارزون بود، 5.5 بود، ولی الان که دارم باهاتون صحبت میکنم دلار 40.1 یا 2 فکر میکنم توی ترکیه. و اون موقع خیلی خوب بود همه چی. شما حقوقی که میگرفتی فوق العاده بود. چون اینو دارم بابت سوالی که شما توی اینستاگرام زیاد از من میپرسید که الان مهاجرت کنیم به ترکیه خوبه یا نه، با این وضع اقتصادی ترکیه و تورمی که داره 60 الی 70% و کرایه خونه های بالا، شما که 100% همه نمیتونید توی ترکیه خونه بخرید، تعداد محدود انگشت شما میتونن خونه بخرن، سرمایه گذاری کنن. و کسی که الان بابت تکستیل، فشن، خیاطی میخواد بره توی ترکیه، وسط حرفا اینم بهتون توضیح بدم، واقعا سخته. خونه زیر 30,000 لیر پیدا نمیشه، در حالی که حقوق شما نهایتا 30 الی 40,000 لیره، یعنی 2/3 بیشتر حقوقتون میره بابت کرایه خونه، آب، برق، اینترنت، رفت و آمد. ماشین هم 100% هممون نمیتونیم تهیه بکنیم. و اینکه بهتون بگم الان خیلی سخته، اینو بارها توی لایوام گفتم. خلاصه من توی اینجا شروع کردم به کار کردن. 2-3 هفته ما کار کردیم و حقوقش هم خوب بود، ولی خب فشار کاریش زیاد بود. من دوست داشتم بیشتر دیزاین بکنم، اینجا هم بیشتر پشت چرخ بودم. یه اپلیکیشنی بود، اسمش رو واسهتون این گوشه میذارم، به نام اپلیکیشن ایشینوسون. بهترین فکر میکنم اپ کاریابی توی ترکیه و استانبول هستش. شما رزومه، شماره تماستون رو داخل این اپ میذارید، اکثر کارفرماها با شما تماس میگیرن خودشون، چون اونجا خودشون آگهی میذارن، خود کارمنداشون هم پیدا میکنن، طبق اون رزومه و اون چیزی که میخوام پیدا میکنن، بهتون پیام میدم. مثال من خودم هیچ کاری نکردم داخل این اپلیکیشن، فقط رزومه و شماره تماس و ایمیلمو گذاشتم. یه روز تو همون جایی که کار میکردم باز کردم این اپ رو، دیدم که برام یه نوتیفیکیشن مسیج اومده، باز کردم دیدم که مدیر منابع انسانی یه برند خیلی خوبی هم بود، به هم پیام داده که میتونیم با شما یه قرار ملاقات داشته باشیم. ترکیه منم خیلی ضعیف بود و پیشنهادی که بهتون میکنم، هر کشوری، ترکیه، امریکا، فرانسه، هر جایی میخواید برید، زبانتون رو خیلی خوب کنید. فکر نکنید توی محیط میتونید یاد بگیرید، زود زمان میبره و ببخشید پدر آدم در میاد تا بخواد تو جمع راه پیدا بکنه، صحبت بکنه تو کامیونیتی خود، حالا اون کشور، حالا ایرانی که فارسی صحبت میکنه و بخوای ارتباط بگیرید. پس زبانتون رو خیلی خوب کنید، نگید میرم اونجا یاد میگیرم، مگر اینکه پول خیلی زیادی داشته باشید بگید اوکی میرم حالا فعلا زبان یاد میگیرم تو محیط تا اینکه بخوام برم سر کار یا بخوام وارد جامعه بشم. خلاصه از این برند به من یه پیام دادن و من یک روز باشون قرار گذاشتم. هنوز از این شغلم بیرون نیومده بودم. یادتون باشه توی هر کشوری که هستید پلای پشت سرتون رو به هیچ عنوان خراب نکنید. یک روز مرخصی گرفتم، رفتم با این برند کار کردم، رفتم با مدیرش صحبت کردم و شانس من اون روز صاحب شرکت و صاحب برند هم توی فروشگاه بود. ما رفتیم صحبت کردیم، به من گفت چه تو کارهای بلدی؟ دست و پا شکسته ترکی آذری تقریبا. بهش گفتم دیزاین، دوخت، برش و اسکیچ زدن، حالا اینجور چیزی که حالا توی ترکا میگن، بذار اونو همونجوریشو بگم بهتون. اینا رو بلدم و باورش نمیشد. با این سن کم من فکر می‌کنم باید حتما یه آدم 60-70 ساله باشم تا این همه کار انجام بدم. و میگفت چیزی که ادعا کردی خب بهت کار میدم انجام بدی. اوکی. من گفتم متریال، یه مدل به من دادن، عکس فقط به من دادن، یه اتاق، چرخ، میز، متریال، همه چی به من تحویل دادن و من شروع کردم به کار کردن. یادم نمیره به صورت مولاژ، همین چیزی که دارم تدریس میکنم توی پیجم،
الگوی کار رو سریع در آوردم که اینا اصلا تو دوربین داشتن نگاه میکردن، بعدها بهم گفتن که میگفتن تو چقدر سریع کار میکردی. به هر حال به عنوان یه مهاجر، ما مهاجریم، هر جایی که میریم از خارج از ایران مهاجر حساب میشیم، هیچ فرقی نمیکنه. میخواستم خودم رو ثابت بکنم، در عرض 3 ساعت کار و الگوشو در آوردم، بریدم، دیزاینشو کردم و تحویلش دادم. حالا به غیر از اون وسطش که حالا یه بریکی استراحت هم داشتن یک رو. مدیر اومد و واقعا خوشش اومد، ولی از اونجایی که ترکا غرور دارن هیچ چیزی نگفت، فقط یه لبخند و اوکی از کی میخوای شروع بکنی؟ Cümleş hiç moğol yadam neyim. Ne zaman başlayabilirsin yani bizimle beraber çalışmak? Yani کی میخوای با ما شروع کنی beraber کار بکنیم؟ من گفتم از همین الان هم میشه، از فردا صبح میشه. گفت برای ما فرقی نمیکنه. گفتم من همین الان. و همون روز شروع کردم. فرداش تماس گرفتم با محل کار قبلیم، گفتم من نمیتونم بیام، مشکلی برام پیش اومده و حقوق و اینا رو صحبت کردیم و استارت زدیم. و میرسیم به نقطه اصلی کار کردن توی ترکیه، اجازه کار، ورک پرمیت یا همون چالش مایزینی که توی ترکیه معروفه. 4 سال پیش توی ترکیه چالش مایزین یا همون ورک پرمیت به سختی در می اومد و برای من این شرکت 6 الی 7 بار اقدام کرد برای چالش مایزین من و در نمی اومد. حالا نمیدونم دلیلش چی بود، میگفتم باید 2 برابر یا 3 برابر کارمند ترک برای یابانجی یعنی خارجی شما باید حقوق مشخص بکنید، رد بکنید. حالا نمیدونم این کار برای من میکردن یا نمیکردن. خلاصه بعد از 8مین بار که من چقدر پول نوتر یعنی همون ثبت اسناد میدادم و چقدر پول ترجمه مدارک هم میدادم، اینا به کنار ارزش داشت. و اینکه در نهایت کار من شد. بعد از 8 بار اقدام کردن، اپلای کردن برای ورک پرمیت یا همون اجازه کار من، آخر اومد و من 3 سال داخل ترکیه با بیمه یعنی با همون کار ورک پرمیت قانونی کار کردم و خیلی خوب بود. یواش یواش شدم مسئول دپارتمان دیزاین. یه ساختمان 5 طبقه زیر دست من بود، ولی من هیچ موقع نمیتونستم زیاد از مراحل اون ساختمون توی پیجم تولید محتوا بکنم. یکی اینکه مسئولیتم سنگین بود و یکی اینکه زیر دوربین بودم و میگفتن که داره تولید محتوا میکنه و حقوق داره میگیره و از وقت ما داره میزنه و هیچ موقع هم نذاشتم چیزی، کم و بیش میذاشتم. بچهای قدیمی پیجم حواسشون هست میدونم. تا اینکه این شرکت یه شعبه توی لندن، نزدیک لندن، تو حومه لندن زد و به من گفتن که تو رو می‌خوایم ترانسفر بکنیم اونجا و من خیلی خوشحال. به من گفتن باید سطح B1 زبان انگلیسی داشته باشی برای اجازه کار توی لندن یا انگلیس می‌خوایم برات اقدام بکنیم و من اوکی شروع کردم. 6 ماه خودآموز با یوتیوب و یه پکیج آفلاینی که 1,700,000 بود خریدم و با اون شروع کردم. حفظ کردم، خوندم، 7-8 ساعت روزی پادکست گوش کردم و اینکه تا تونستم برم با اعتماد به نفس بالا آیلتس بدم و آیلتس B1 یا B2 رو گرفتم. 4.5-5 بود گرفتم که همون اوکی بود بابت اجازه کار لندن یا انگلیس. خلاصه ورق برگشت. تو طول این دوره من یه بار یه ایونتی بود توی تورنتو بابت لباس عروس و شب اقدام کردم برای ویزای توریستی کانادا که برم. اگر خوب بود شرایط که بمونم اونجا، با این وضعی که حتی می‌دونستم لندن قرار بود برم. باز شانسمو داشتم امتحان می‌کردم. باز ریجکت شدم. 10 تا لباس عروس تولید کردم. کلی هزینه کردم، نزدیک $10,000 هزینه لباس عروسا، وکیل و $2,000 که بابت غرفه تورنتو داده بودم نشد. باز پا پس نکشیدم. اومدم چیکار کردم؟ پیجم رو از صفر، از 3,700 تا فالووری که داشتم آوردم بالا. 6 ماه دوباره وقتم رو گذاشتم توی همین دوره 3 سال و نیمی که توی این برند کار میکردم و دارم خدمتتون میگم. پیجم رو آوردم بالا، از 3,700 تا رسوندم به 200K که الان دارید میبینید. شروع کردم به آموزش، شروع کردم به گذاشتن بک استیج کاران و خیلی چیزای دیگه. درآمد کسب کردم از پیجم، به خاطر اینه بهتون میگم پیجتون رو باز بذارید مردم بیان کارهای شما رو ببینن، خروجی کارتون، نحوه کارتون، استعدادتون، خلاقیتتون بیان ببینن بچه‌ها.
و این پیجی که دارم در موردش با شما حرف میزنم، کار منو تو امریکا میدیدن، تو کانادا میدیدن، همه جا میدیدن. از همه جا شاگرد داشتم، از همه جا کار منو میدیدن. بارها پیشنهاد کاری بهم شد از تونس، از قطر و در آخر یه پیشنهاد کاری برای من از امریکا شد. اولش با یک مشاوره شروع شد، بعدش اومدن ترکیه با من صحبت کردن، کارامو دیدن و از قبل از این اتفاقات من 6-7 ماه گذشته یه ویزای توریستی اقدام کرده بودم برای امریکا و اینکه میخواستم شانسم امتحان بکنم ببینم ویزا میشم یا نه، چون یه دوستی پیدا کرده بودم باز از طریق همین پیج که بهتون میگم چقدر تاثیر داره، چقدر میتونه ارتباطاتتون رو با مردم زیاد بکنه. نترسید از چیزی، پیجتون رو باز بکنید، اتفاقی نمیفته، تولید محتوا بکنید. و اینکه یه دوستی برای من 6-7 ماه پیش یه دعوتنامه فرستاده بود که فقط برای عروسی دخترش برم من و همینجوری موندش این چیز، دعوتنامه و ویزای توریستی که اقدام کرده بودم موند تا رسید به این پیشنهاد کاری که برای من از امریکا اومد. با اون ویزای توریستی برای من یه دعوتنامه کاری فرستادن و من وقت سفارتم از ارمنستان بود. دوستم که میگفت، یه دوستی داشتم میگفت به هیچ عنوان ویزا نمیشی، اقدام نکن، الکی هزینه نکن، مثل هزینه‌های قبلی میره. این ما بین یه دوستی داشتیم وکیل بود، به من میگفتش برای اینکه ویزای امریکا در بیاد یه ویزای شنگن توی پاست داشته باشی خیلی قوی تر میکنه قدرت پاست رو. من ویزای شنگن اقدام کردم از کشور بلژیک 2 هفته قبل از اینکه بخوام برم ارمنستان و اینکه ویزای شنگن من هم رد شد، باز دوباره ویزا نشدم با همون مدارک، با همون تمکن مالی و گفتم بازم میخوام شانسم امتحان بکنم و کم نیاوردم. قبل از این هم یک بار برای ایتالیا اقدام کرده بودم که اونم باز ریجکت شده بودم. 2 تا ریجکتی کانادا، یه ریجکتی ایتالیا، یه ریجکتی بلژیک. باز کم نیاوردم. بچه‌ها کم نیارید، سن و بهونه نکنید. خلاصه در نهایت رسید 1 هفته مونده به سفارت ارمنستان. بریم ارمنستان. کجا؟ حدس بزنید. بلیط گرفتم، 1 روز هتل رزرو کردم چون 1% احتمال نمیدادم که بخوام ویزا بشم و رفتم ارمنستان. 6:30 صبح پروازم بود و پیش به سوی ارمنستان. رسیدم ارمنستان، 1 ساعت داخل هتل استراحت کردم و بعدش رفتم که بخوام مسیر پیاده سفارت رو پیدا بکنم. و 1 روز بارونی سرد بود و نه ارمنی بلد بودم و ارمنی‌ها بدتر از ترک‌ها انگلیسی اصلا بلد نبودن و رفتم پیش به سوی سفارت. یه ویدیو از پرچم امریکا که از داخل سفارت بیرون بود، این ویدیو. و به خودم گفتم که تو فردا باید ویزا بشی. برگشتم هتل، سر تا پای استرس، غذا نمیتونستم بخورم. داشتم با خودم تمرین میکردم که چی بگم اونجا، چون توی ویدیوهایی که توی یوتیوب دیده بودم میگفتن زبان بدن، استرس، اینا خیلی مهمه. خلاصه رسید به فردا صبح. فردا صبح ساعت 6:30 رفتم به سمت سفارت پیاده و تو کل مسیر فقط دعا داشتم میکردم. رفتم جلوی سفارت، دیدم واو، شاید بالای 400-500 نفر توی صف بودن و تعدادی هم رفته بودن توی حیاط سفارت، منتظر بودن که ساعتشون رو اعلام بکنن و برن داخل. و جلوی در یه نگهبان خیلی بد اخلاق و توپل ارمنی بود که چند تا کلمه انگلیسی بیشتر بلد نبود و چند تا کلمه فارسی، چون تو داخل سفارت ارمنستان فقط ایرانی‌ها میرفتن مثل اینکه، چون نزدیکترین بود به ایران و اینکه آفیسرها همه فارسی صحبت میکردن، اکثرشون فارسی صحبت میکردن. رفتیم داخل سفارت.
ویدیویی که میخوام بعداً براتون بذارم که فکر میکنم نزدیک 10 دقیقه است، کلا در مورد اینه که میخوام توضیح بدم که داخل سفارت چه اتفاقاتی افتاد و چه سوالاتی پرسیدم و اینکه من یک بار ریجکت شدم، یعنی همون لحظه من ریجکت کردش آفیسر و بعدش که یه سری مدارکمو که چک کرد و بهم ویزا داد. اینو توی ویدیوی دیگه واسهتون توضیح میدم، نمیخوام این ویدیو طولانی بشه و اینکه بریم ادامه داستان. و من ویزا شدم، از سفارت اومدم بیرون، به خانواده خبر دادم. اولین چیزی که بود اینترنت توی این ارمنستان خیلی ضعیف بود، چون من با خط استانبولم اونجا از رومینگ داشتم استفاده میکردم و اینکه به خانواده خبر دادم و خیلی جیغ عربده میکشیدم، بسخواهی میکنم. بعد اینکه هیچی دیگه خبر دادم، در حالی که توی استانبول تازه خونه‌مو عوض کرده بودم، 3 ماه بود وارد یه خونه شده بودم، تمام وسایلش رو از صفر خریده بودم و باید میرفتم. همون تایمی که توی ارمنستان بودم 17 روز طول کشید تا ویزای من بیاد. هر 2 روز یک بار ویزامو هتلمو تمدید میکردم و $1000 پول ویزای هتل من شد داخل ارمنستان، به غیر از خورد و خوراک. برگشتم استانبول، خونمو به چند تا از دوستام خبر داده بودم، برای مستاجر پیدا کردن. یه دوست ایرانی پیدا کردن داشتیم که خونه رو اجاره کرد و کل وسایل خونه رو یک جا از من خرید و این خیلی شانس خوبی بود واسه من و منو خیلی سریعتر رسوند به اون هدفی که میخواستم. خلاصه خونه رو تحویل دادم تا روزی که میخوام برم. وسایلم و اون چیزایی که میخواستم رو جمع کردم و اون چیزایی که نمیخواستم مثل چرخ، مانکن و خیلی چیزای دیگه رو فروختم و یه سری چیزا که به یکی از دوستام دادم. خلاصه این بود کل داستان و اتفاقاتی که از 4-5 سال گذشته برای من افتاد. فقط چیزی که میخوام بهتون بگم، دست از رویاهاتون نکشید، شانستون امتحان بکنید. نگید من سنم بالاست نمیشه، تو این سن من بخوام استارت بزنم نمیشه. واقعا اگر شما بخواید این اتفاق براتون میفته فقط با نوشتن. من این داستان رو نوشتم. من چند روز پیش توی منهتن عکسی که 3 سال بک‌گراند عکس گوشیم بود رفته بودم تو همون لوکیشن وایساده بودم و چقدر به این ایمان آوردم که حرفی که از دهان، فکری که از تو مغز و روان هر انسانی رد میشه چقدر تاثیر داره. پس هر چقدر ما مثبت‌تر فکر کنیم، نمیخوام خیلی شبیه این روانشناسا و تراپیستا حرف بزنم و این چیزایی که باب شده تو اینستا همه الان یه میکروفون گذاشتن جلوشون، نه نمیخوام مثل اون حرف بزنم. چیزی که خودم تجربه کردم و دارم بهتون میگم. چیزی که تو ذهنتون، از دهانتون میاد بیرون، بهش اعتقاد داشته باشید، ایمان داشته باشید. نگید من بد شانسم، نگید نمیشه، باور کنید میشه. من نوشتم و اتفاق افتاد برام و الان اینجام. و لطفاً سابسکرایب بکنید پیج منو تا ویدیوهای بعدی بیاد واسهتون، صدای این زنگوله هم واسهتون بیاد که گوشه تصویر هست و اینکه ویدیوهای بعدی رو دنبال بکنید. ویدیوهای بعدی کلا در مورد اینه که داخل سفارت چه اتفاقی برام افتاد، چه سوالاتی ازم پرسیدن و کل ماجرا. پس تا ویدیوی بعدی، فعلا.